سلام خدمت تمامی عزیزانم. شروع سری ویدیوهای حقوق و هوش مصنوعی. برای من ویدیو هیجان انگیزی راستش. ویدیویی که شما خیلی از چیزای دردناک رو قراره بشنوین، بابتش متاسف بشید، متاثر بشید، ولی کاری از دستتون بر نیاد جز همراه شدن باهاش. هوش مصنوعی رو اگه من خوب نشناسم، هم انواع و در مواردش به ایراد میخورم، هم نمیتونم با حقوق برش غلبه کنم. چون حقوق من با علم حقوق، مثلا عنوان علم حقوق از ترم یکی کارشناسی مشکل داشتم. من چند سال مورد دارم و میگم دانش حقوق یک دانش سازمان دهنده است، نظم دهنده است بین روابط. پس حقوق مصرفی نیست. اینطوری نیست که من استفادهش کنم یه کارم بدارمش کنار. چون در هر رابطه‌ای که ایجاد میشه ما حقوق رو لازم داریم. چرا حقوق رو لازم داریم؟ چون قرار نظم بدیم به این جهان، کاری که حقوق از دستش برمیاد. پس علم یک دانش قالبه. گفتم علم خودم دانش قالبیه. هوش مصنوعی رو نشناسیم خیلی خطرناک میشه. هوش مصنوعی رو اگه بخوام براتون تعریف بکنم، البته بذارید چند تا نکته بگم. وقتی میخوام بگم حقوق و هوش مصنوعی، چرا حقوق برام مهمه این وسط؟ چون هوش مصنوعی که الان توی این ویدیو من میخوام بهتون تعریفش بکنم و واقعیتی از هوش مصنوعی است، خیلی عجیب تر از چیزی که شما دیدید اینستاگرام به صورت فان بهتون نشون داده. چرا؟ اینستاگرام همه چی تفریح میاد بهتون نشون میده. عکس تو بذار تو این وبسایت خوشگل کنه، به تحویل بده، خوشت بیاد ازش. در حالی که هوش مصنوعی که من ازش میخوام صحبت بکنم اسلحه داره. میتونه معاون در قتل عمد باشه، میتونه کلاه بردار باشه، همه کارو میتونه بکنه و دستتون در نظام حقوقی فعلی به جای بند نباشه. و اینه که بحث رو خطرناک میکنه. و اینه که شما وقتی میایین با این سر و کار داشته باشین، میبینین همه چیتون رو ممکنه از دست بدید و هیچ جایی برای گرفتن حق و حقوقتون موجود نباشه. هوش مصنوعی، تعریفی که من بهش میدم، سیستم یا دستگاهی غیر انسانی که توانایی دریافت داده‌های اطراف، تحلیل، تفسیر و یاد گرفتن از آنها را دارد و توانایی پردازش و ارائه مستدل و منطقی آن را دارد. و این خطرناک. حالا با چت جی پی تی 4 که صحبت کردیم یه تعریفی ارائه داد. چه تعریفی؟ گفتش که مغز کامپیوتری است که توانایی یادگیری استدلال دارد. یکم راجعش فکر کنیم می‌بینید خیلی ترسناک‌تر از چیزی که ما باش سر و کار داشتیم تا الان. نکته رو ببین تو خیلی از مسائلی که تو روزمره باش سر و کار داری هوش مصنوعی نیستن. جارو برقی رباتیک که تو نقشه خونت رو بهش میدی میره خونت رو جارو میزنه، هوش مصنوعی نیست. اون ترکیبی از مکانیک، برق، فیزیک، ریاضیه و تمام. اون ترکیبی از این چیز خاصی رو بهت ارائه نمیده. اون هوش مصنوعی نیست. اپلیکیشنی میاد عکستو میذاره توش خوشگل میکنه، تحویلت میده، ادیت میزنه، تحویلت میده. هوش مصنوعی نیست. چون اون توانایی یادگیری و استدلال نداره. اون صرفا باعث کدنویسی قبلی مربع دیدی اینقدر تغییر بده، مستطیل دیدی اینقدر تغییر بده، صورتی دیدی اینجوری تحویل بده، قرمز دیدی اینجوری تحویل بده، آبی دیدی اینجوری. این کدنویسی ساده است. هوش مصنوعی نیست. هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی با نسخه‌های پیشرفته ترش توانایی استدلال داره، توانایی یادگیری داره، توانایی دریافت داده و استدلال و تحویل اون به بیرون از خودش رو داره. ربات‌هایی که الان میان می‌بینیم مثل انسان در رستوران‌ها کار می‌کنن، می‌بینیم توی نمایشگاه بین‌المللی اکسپو دبی و غیره میان صحبت می‌کنن، داده تحلیل می‌کنن، تحلیلتون میاد. اون هوش مصنوعیه. اینایی که ما داریم می‌بینیم هوش مصنوعی نیستن، ربات‌های مکانیکی هستند.
که ترتیب از مکانیک، برق، ریاضی، فیزیک، شیمی هم با هم درونش هست. شاید هم هست قطعا، چون من مهندسی نخوندم نمیدونم. اینو میخوام بهتون بگم که حواستون باشه، شما آینده خیلی عجیب غریبی در پیش روتون دارین. هوش مصنوعی که من ازش صحبت میکنم که یک مقاله رو در ادامه این ویدیو بهتون معرفی میکنم، مثل نکته ازش میگم و بعداً برید حتما راجبش بخونید، لینکش هم توی کپشن قطعا میذارم. یه ویدیویی رو چند روز پیش از یک سری از وکلا توی اینستاگرام دیدم، همکاران عزیزم میگفتن که خدا رو شکر هوش مصنوعی احساسات نداره و نمیتونه بیاد تو دادگاه جای من رو بگیره. متوجه شدم که درست راجب هوش مصنوعی نخونده، چون وقتی تو راجب هوش مصنوعی میخونی میبینی نه، توانایی احساس داره، احساسی میشه، ممکنه جای پارتنرت رو بیاد بگیره، جای همسرت رو بیاد در درد و دل کردن بگیره و این خطرناکش میکنه. ممکنه هوش مصنوعی باعث طلاق بشه، ممکنه هوش مصنوعی باعث قتل فرزندت بشه، ممکنه هوش مصنوعی باعث بشه کلاهبرداری کنه یا خودش ازت کلاهبرداری بکنه، ممکنه. پس چرا الان ما نداریم آقای محمد میا؟ چون اجازه تولیدش رو نمیدن، نه اینکه تواناییش نباشه. اتحادیه اروپا، سایر نهادهای قانونگذاری بین‌المللی اجازه همچین کاری نمیدن و الان هم کیس ریل گذاریایی کردن، چند وقت پیشم که قانون راجع به این تصویب کردن که به خیلی از شرکت‌ها اجازه تولید بیشتر از حد نمیدن، اجازه تولید نمیدن، اجازه اکتشاف بیشتر نمیدن، چون اونا متوجه خطر این علم شدن. AI رو متوجه شدن تا یه جایش قشنگه، از یه جایی به بعد رباتی که ممکنه بیاد پای میز مذاکره با تو بشینه، عین تو در وهله اول 5 تا انگشت داره، ممکنه در کسری از ثانیه این انگشت‌ها تبدیل به اسلحه بشن، شلیک کنن بهت. پس تو نمیتونی باش راحت مذاکره بکنی، چون من آدم مشت بزنم، کاری نمیتونم بکنم، ولی ممکنه اون با همین بهت شلیک بکنه، همین کار شمشیر رو بکنه، همه کار رو بتونه باهات بکنه. پس خطرناکه. پس هوش مصنوعی، اون رباتی که ساخته میشه، اون ربات ببین اون ربات توانایی یادگیری و استدلال داره، اینو درکش کنی بازی و بردی. شما برو با چت جی پی تی صحبت کن، بگو من وکیلم، بگو من پزشکم، من مهندس کامپیوترم، چی کار بکنم که وقتی تو پیشرفت میکنی من نابود نشم؟ میگه این چطور رو دیدم جای مختلف و خودم تست کردم همین دیشب اتفاقا. برمیگرده بهت میگه آقا من باید کاری ندارم، AI در مسیر رشد و توسعه و افزایش رفاه اجتماعیه، با تو کاری نداره. دیدمت کرد، ولی مقاله‌شو که می‌خونی انتهاش نوشته بهتره برای اینکه در آینده آرامش داشته باشی با AI همراه بشی. این یعنی چی؟ این که تهدیده که. این اگه تهدید نیست پس چی؟ مثل اون بنده میگم اگه میخوای تو خونه خودت راحت باشی باید کاری که من میگم رو بکنی. خب این که شد تهدید، این که شد تبعیت، این که نشد رفاه اجتماعی. به خاطر همین اتحادیه اروپا ریل گذاری میکنه، چون فهمیده که این ربات، این هوش مصنوعی توانایی غلبه بر انسان به ماهو و انسان به صورت فیزیکی داره. درسته من آدم خلقش کردم ولی میتونه خودمون بزنه بکشه. این خطرناکه، این خیلی خطرناکه. و نکته‌ای هم که هست، دانش حقوق این وسط باید چی کار بکنه؟ حقوق نقش ریل گذاری داره. حقوق میاد الان اتحادیه اروپا حقوق دیگه قانون گذاری کرده، جرم انگاری باید بکنه. یک ربات وقتی توانایی یادگیری و استدلال داره مثل ماشین های تسلا، پس دارایی هم دارن، کیف پول مخصوص خودشون، واحد پولی مخصوص خودشون دارن، پس میتونن جریمه بشن و ازشون جریمه دریافت بشه. وقتی تیتر میاد یک ربات در فلان کشور خودکشی کرد، یعنی توانایی یادگیری و استدلال داره. بنا کدوم رباتی میاد خودکشی میکنه؟ ما یاد گرفتیم انسان خودکشی میکنه. ربات خودکشی بکنه یعنی استدلال، یعنی احساس، یعنی یادگیری، یعنی من فهمیدم ما آدم‌ها چجوری خودکشی میکنیم. یک وضعیتی بده، بهمون فشار روحی بالایی آورده، نمیتونیم تحمل کنیم، خودکشی میکنیم. پس اونم این کارو میکنه. پس حقوق نقشش خیلی مهمه.
توی ویدیو بعد میایم اینا رو کامل باز می‌کنیم. الان جرم انگاری شده، قوانین این حوزه چیه، آیندهش چیه، چیکار اینم می‌خوام بررسی کنیم. من حقوقی دارم حقوق میخونم، چیکار بکنم در آینده بیکار نشم با گسترش هوش مصنوعی. ادامه بدیم. یه مقاله رو توی وبسایت دانشگاه استنفورد راستی بریم بخونید. هم هاروارد بخونید، هم استنفورد، هم کمبریج، هم دانشگاه معتبری که توی ایران عزیز خودمون هستن، شهید بهشتی تهران، شریف، فلان و فلان. مقالات علمیشون رو حتما بخونید. خیلی بهتر از محتوایی که میتونید اینستاگرام بهتون بده راجع به AI. چون اینجا یه بلاگر، یه غیر متخصص میاد نظرش رو میگه و شما هم نظر اون رو تبعیت میکنید و این خیلی به نظر من یک راهکار عجیب و غریبه که انسان‌های عاقل در پیش نمیگیرن. وبسایت استنفورد، من لینک این ویدیو، لینک این مقاله رو براتون میذارم. عنوانش هست AI و حقوق. هوش مصنوعی و حقوق. بخونید، نوشته، من اینجا میذارم متنش براتون براتون میذارم. در بلژیک یه شخصی بعد از صحبت با یه چت بات خودکشی میکنه. همسرش برمیگرده میگه آقا اگر این هوش مصنوعی نبود، این چت بات نبود، همسر من زنده بود. اساتید استنفورد میان میگن توی این مقاله آقا این هوش مصنوعی تروریسم، چیزای مختلفی، نسل کشی و غیره رو گسترش میده ها و تو نمیتونی جلوشو بگیری چون قدرتش کشنده از خطرناکه و این قضیه رو برای من و شما خطرناک میکنه. حالا تیکای مختلف مقاله رو میذارم، همینجا این چیزا رو ببینید شما هم. دیدید که خیلی خطرناک میشه. به خاطر همین من اون شب که مطالعه میکردم اصلا مونده بودم خدای من با چه جرأتی بیام ارائه بدم. حوزه املاک آسونه نسبت به این حوزه چک آسونه، مالکیت فکری راحت‌تر بیان میشه. این خیلی خطرناکه. ویدیوهای بعدی بیشتر راجعش صحبت میکنیم، بحث جرم انگاریاش، بحث جرائمی که داره رخ میده، بحث نقشی که AI بازی میکنه، ما چی کار کنیم که بتونیم پیروز باشیم و آینده درست حسابی داشته باشیم در مقابل پیشرفتی که این روزها AI داره انجام میشه، سرمایه گذاری کلانی که داره انجام میشه. یک نگاه متفکرانه ای الان دارم، یعنی باید تفکر خیلی عجیب غریبی دارم این قضیه نگاه میکنم، چون برای من خیلی بیان این حرفا سخته. یک نفر حتی اگر این ویدیو رو بخواد ببینه و اون یک نفر حرفایی که داره اینجا زده میشه رو ملاک عمل قرار بده، یعنی مسیرش رو بر اساس اون برنامه‌ریزی کنه، مسئولیت منه. و این به خاطر این من میگم تو این ویدیو از هوش مصنوعی صحبت کردم، یه خورده با ترس و لرز بیشتری صحبت کردم، بیشتر ترسوندمتون. رک بذارم اینطوری بگم، وقتی یک قضیه اینقدر مبهمه و ما باید هر روز راجبش مطالعه کنیم و آیندهمون داره دستخوش تغییر میشه، بهتره که بترسیم، چون ترس آگاهی بیشتری میاره نسبت به محیطی که نترسیم و شاد باشیم روی هوا. تمام، بریم سراغ این سری ویدیوهای بعدی. امیدوارم که مفید بوده چی شد؟ امیدوارم که مفید بوده باشه براتون، درستشین و اینکه یاد گرفته باشین. حال و روزتون خوش.